سید اکرم رجبالی زاده سال 1994 در این دهه پشت سر من دهه چمنزار شهر وحدت تولد شده همینجا به وای رسیده است. این دهه قبلا گرگ خورده نام داشت و در 20 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جایگیر شده است. به گفته همسرش سید اکرم تا صنف 9 در مکتب تحصیل کرد و بعد از آن از سبب نبودن شرایط نتوانست در دانشگاه تحصیل کند و هم در هیچ جا تعلیم دینی نگرفته است. او اساساً در کارخانه مبل برای شهر وحدت به حیث بارکشان کار میکرد. سال 2017 سید اکرم عائله‌دار شده و سال 2018 به روسیه می رود و بعداً او را برای 5 سال از روسیه دیپورت میکنند. سید اکرم 5 سال دیگر در این دهه زندگی کرده در کارخانه مبل برای شهر وحدت کار میکند و به گفته همسرش آنها صاحب 3 فرزند بودند. یکی از آنها سال گذشته درگذشت. همسر سید اکرم میگوید آنها زندگی فقیرانه دارند و اساساً از حساب درآمدی که سید اکرم از حساب بارکشانی به دست می آورد زندگیشان را پیش می بردند. همسرش میگوید سید اکرم نیت داشت که یک ماشین اوپل خریده و به کارش ادامه دهد. همسر سید اکرم که نخواست در نزد دوربین صحبت کنه در صحبت بدون ثبت گفت که شوهرش اول سال 2024 ناگهان تصمیم گرفت که به روسیه برود. او سنه 4 ینور از شهر دوشنبه به روسیه پرواز میکند و دوام این 3 ماه با خانواده‌اش نه تماس میگیرد و نه برایشان پول میفرستد. او تنها یک مرتبه به برادرش زنگ زده میگوید که جای کارش علاقه ندارد، در جای کارش علاقه تلفنی نیست و برای همین او نمیتواند که به آنها زنگ بزند. نزدیکان سید اکرم عکس‌های او را در اداره مقامات قدرتی دیدند، البته عکس‌های بعد از بازداشت او را و شوک زده شدند. مادر سید اکرم هنوز از این چیز خبر ندارد، چون به گفته نزدیکانش اگر خبری بازداشت و شکنجه پسرش را فهمد ممکن سلامتش یک بار بد شود. پیوندانش گفتند که بعد بازداشت سید اکرم رجبالی زاده از سوی مقامات قدرتی روسیه آنها را چند مرتبه به نهادهای قدرتی تاجیکستان برده بازپرسی کردند و از آنها درباره این جوان پرسیدند. پیوندان سید اکرم باور دارند که او قربانی تهمت شده است، چون قبلا در تاجیکستان هیچ جنایتی انجام نداده بود. سید اکرم رجبالی زاده روز 23 مارس امسال به دنبال حمله به تالار کنسرتی کراکر سیتی هال روسیه بازداشت شد. این چیز هم نزدیکانش و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی را وحشت زده کرد که مقامات روسیه در وقت بازداشت او یک گوشش را بریدند. دادگاه او و 3 نفر از شهروندان دیگر تاجیکستان را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت.